سروک حکومت باشوور کردستان مسرور بارزانی داخویاند گو جه نیگرانیه گو دمک دریشه لباشوور کردستان حکومت و پارلمانتو نهاتن آواد کرد. مسرور بارزانی دیار کرد گو آوانکرنا حکومت زیانه ده خلق باشوور کردستانی لی حطانها نکابینه یانو یا حکومت هاتی آواد کرن و نجی پارلمانتو دیجه و زیان بینین یکم جی خلق کردستانی نه. دیسان اوه چندین جاره هم داخوازید که این که همه لعنی سیاسی بین پیش برجواندیا ملت ما یا حریم ما ازمون و دستکفت ما بیخن سر برجواندیا شخصی اوه چندین حیوه البجاردن الحریم کردستان آتیا کرن مخابنی و هاتانو که رگیریت هبی و نه پرلمان هاتی افکارا کرن نه حکومت هاتی پیکینا ضررمند سرکی خلقه هم جارکادی داخازا خو آراسته همه لعنی سیاسیت کنه با اگر راستگونه و خمخورن و خلق کردستانه ولا کرم کن بین پرلمان کردستانه که ملک خلق کردستانه کاراب کنه و پرلمان نبی ترهینت دست هیچ کسی که دابو دست کفت شخصی یعنیش بو رگیری کرن لخدمت کرنا خلق کردستانه و درست کرنا حکومت حریم کردستانه پارتی جارکادی یا پابنده که ریز لدنگ خلق کردستانه بگرید امت آماده اینه و دست دوستایتیه بو همه لعنی سیاسی درشت کن و داخاز لد کن تایبت و ظروفت هویت هستیار و ناسک دا که بین و جمع هفبش بن لکارا کرنوا پرلمانه و خدمت خلق خدا بن. ما همه آماده یه تای بونده